به نام خدا. با سلام خدمت شما بینندگان کانال ارباب سکه ها. سکه که باید حدس بزنید رو مشاهده میکنید که تو کامنت ها استقبال خوبی ازش شد. سکه یچراند آفریقای جنوبی هست که این سکه از سال 1991 تا 1995 ضرب شده، از جنس مس با روکش نیچل و دارای کنگره صاف و دنداندار به همین صورت و وزن 4 گرم. همونطور که در روی سکه مشاهده میکنید عدد یچراند به انگلیسی و تصویر آهوی جهنده است. یک نوع آهو در قسمت های آفریقای جنوبی بومیش است و در پشت سکه تاریخ میلادی و نوشته آفریقای جنوبی به انگلیسی و زبان آفریقای جنوبی و با نقوش پرچمی و ملی آفریقای جنوبی در برهه‌های زمانی مختلف. این طرح در حدوداً بکنم بالای 6 مدل باشه که در بالای 6 نوع تنوع هست که اون رو در یک ویدیو بلند توضیح خواهم داد. با لایک و کامنتاتون هم از کانالمون حمایت کنید و قیمت این سکه هم در حدود 70,000 تومان است با این کیفیت. البته با لایک و کامنتاتون هم از کانالمون حمایت کنید. با چیکار